شب دوشنبه در شهرک مرکوسی فرانسه صدها نفر با پرچم‌های پرتغالیا با پیشواز منتخب پرتغالیا برآمده دسته برنده جام اروپا را به اصطلاح با دهلیز زنده پیشواز گرفتند. در راه به باشگاهشان فوتبالبازان پرتغالی جام اروپا را نمایش می‌دادند. شام یکشنبه در بازی نهایی جام امسال اروپا در ورزشگاه سن دنی پایتخت فرانسه دسته میزبان فرانسه با پرتغالیا با هم روبرو شدند. قوه آزمایی با تشنج آغاز یافت. در دقیقه 8 فوتبالباز فرانسه دمیتری پایت کاپیتان پرتغالی ها کریستیانو رونالدو را مجروح نمود و او مجبور شد که در دقیقه 24 میدان را ترک کند. ولی هواداران دسته پرتغالیا میگویند جراحت رونالدو روحیه دسته را نشکست. این بازی عالی بود. کریستیانو مجبور شد میدان را ترک کند ولی ما نشان دادیم که یک عائله هستیم. همراه ما میتوانیم پیروز شویم. ما قهرمان شدیم. در دوام 90 دقیقه بازی هر دو دسته چندین امکان رسیدن به هدف را از دست دادند و داور وقت ایلاوگی تعیین کرد. ضربه حمله‌گر پرتغالی ایدر در قسمت دوم وقت ایلاوگی پرتغالیا را برای اولین بار به مقام قهرمان اروپا رساند. ما 43 سال انتظار بودیم. 12 سال پیش ما در میدان خود در بازی نهایی ناکام شدیم. اکنون این حادثه با فرانسوی ها تکرار شد. احساس خوب داریم. حتی بهتر از 12 سال پیش. هواداران دسته پرتغالیا تا صبح دوشنبه در فرانسه و پرتغالیا پیروزی دسته این کشور را جشن گرفتند.